درود بر شما آزادمنشان. کتاب پاسخ به تاریخ نوشته شاهنشاه آریامر محمد رضا شاه پهلوی شاهنشه ایران بزرگ ارتشداران را به شما توصیه می کنم. البته من این کتاب رو هر روز صبح برای دوستان در کلاب هاوس می خونم و با جمله این کتاب اشک می ریزم. قسمتی از این کتاب رو براتون می خونم. امیدوار بودم سیاهی‌های قرون وسطایی را که 50 سال پیش ایران از آنها نجات پیدا کرده بود برای همیشه از میهنم دور کنم و حکومت روشنایی و روشنبینی را که چکیده تمدن و فرهنگ ایرانی است برای همیشه پابرجا سازم. در تمام مدت پادشاهیم من فقط به خاطر این آرمان بزرگ زیستم و کوشیدم، آرمانی که در شرف تحقق یافتن بود. برای رسیدن به این آرمان بزرگ به سختی کوشیدم، با تلاش‌ها و موانع بسیاری مبارزه کردم، با توطئه‌ها و تحریکات فراوان مواجه شدم، با شرکت‌های بزرگ و توانای خارجی و کارتل‌های چند ملیتی ستیز کردم، حالان که بسیاری از مشاورانم مرا از این مبارزه برحذر می‌داشتند. آری دوستان، این کتاب پاسخ به تاریخ است. ملتی که تاریخ خود را نداند، ملتی که از گذشته خود بیخبر باشد، محکوم به اجرای دوباره آن است و ما این بار اجازه نخواهیم داد که ما را به قدر ناشناسان لقب بدهند و یا بشناسند. روحت شاد رضا شاه، روحت شاد رضا شاه، روحت شاد محمد رضا شاه پهلوی شاهنشه ایران. زنده باد فرح پهلوی مادر ایران زمین، زنده باد یاسمین پهلوی ملکه ایران، زنده باد رضا پهلوی منجی ایران، زنده باد رضا پهلوی ولیعهد ایران، زنده باد رضا پهلوی پادشاه خوبان ایران. ای پادشاه خوبان، داد از غم تنهایی، دل بی تو به جان آمد، وقت است که بازایی، وقت است که بازایی. پاینده باد ایران، پاینده باد شما ایرانیان. پاسخ به تاریخ